شرایط اول انقلاب به نوعی بود که شهید بزرگوار ما و سالار شهیدان شهید بهشتی میتوانست هر میز با کیانوری رهبر حزب توده و نماینده چریک‌های فدای خلق و آقای دکتر پیمان و دیگران بنشینه و مناظره بکنه و اونها رو به اصطلاح بحث بکنه و سعی بکنه که با استدلال فضایی رو در کشور باز بکنه. در کشور ما ممکنه این بحثی که این دوست ما کردن اینجوری تعبیر بکنیم ساختارشکن و کسی که با نظام میخواد بجنگه، خب این حسابش با دستهای امنیتی و نظامی انتظام است. ولی یک کسی است که اعتقادی نداره، نظام اعتقادش از دست داده، ولی میگه من مسلمانم، من به اصطلاح قانون اساسی رو قوانین رعایت میکنم. ما حق نداریم که خدایی کرده با این عنوان یک آدم ملحد، به عنوان یک آدمی که دیگه از مدار شهروندی خارج است رو بشه. بنده خیلی راحت غیر درست نمی‌کنم برای خودم. این رو من صریح بگم اینجا، من هر نیستم، ما این که روی اصول خودم میستم و محکمم میستم و در این زمینه سابقه هم دارم و هنوزم اون سابقه با من هست. اینجوری نیست که صریح خط قرمزی بکشم و افراد رو گروه تبدیل به غیر نظام یا به غیر خودم یا غیر اون حرکت میخوام تبدیل بکنم. اگر منظورتون این هست، نه، بنده با اصلاح طلبا ارتباط قوی دارم، اصولگرا ارتباط قوی دارم و گفتم که من اصلاح طلبی هستم که دائم اصول رجوع میکنم و در آینده هم دستم به سوی همه نیروها در همه کسانی یک قانون اساسی رو قبول دارن، قانون رو قبول دارن، نظام رو قبول دارن دراز. اینقدر به جوانها بدبین نباشیم و بدونیم که اونها مملکت خودشون رو دوست دارن، کشور خودشون رو دوست دارن، فرهنگ خودشون دوست دارن. با توجه به اینکه عنوان میشه شما شخصیت میانه روی دارید و الان تقریبا 4-5 صحبتتون در نفی افراط و تفریط بودش، خواستم بفرمایید چه راهکاری و سیاستی دارید در صورتی که دفتر ریاست جمهوری و رئیس جمهوری اسلامی شدید، چه کارهایی انجام خواهید داد که چهره بین‌المللی جمهوری اسلامی رو به صورت نه افراط نه تفریط باشه و به عنوان مثال نظر و دیدگاهتون رو میخوام بدونم درباره مسئله هولوکاست. راجع به مسائل بین‌المللی ما یکی از آسیب‌هایی که در سیاست خارجیمون دیدیم که به پای پایبندی ما اصول و منافع ملی خودمون گذاشته میشه یک کمی افراط و تفریط هاست که بنده در اول صحبت هم اشاره کردم. در یه جایی ما تند رفتیم، در یه جای دیگه مجبوریم تند بریم یا یه حادثه جویی هایی داشتیم مثل دیپلماتیک و غیره که به منافع ما لطمه جدی زده. در مورد هولوکاست بنده اینجا عرض بکنم که اسلام حتی کشتن یک فرد رو بر نمیتابه به غیر گناه و به معنای قتل جمیع انسان ها میدونه. این چهره اسلام هست در رابطه با کشتن افراد. بحثی که در مورد هولوکاست هست بحث این که چند نفر کشته شدن آیا این کشته شده یهودی هستن یا غیر یهودی نیست، به دلیل اینکه ما در سال 1020 تا 24 تعدادی اینجا افرادی داشتیم که از بیم کشته شدن توسط نازی‌ها به ایران پناه بردن و هنوز قبرستان لهستانی‌ها در تهران وجود داره. بحث در این هست که آیا از این هولوکاست که جنایتی اتفاق افتاده کم و زیادش هم ارتباط به مورخین، چه گناهی فلسطینی‌ها دارن که به اصطلاح باید اونها تقاص جنایت‌هایی که در آلمان شده توسط ید نازی پس بدیم. سوال اساسی اینه، اگر ما سوال رو به این مسئله انتقال بدیم و به این مسئله برگردانیم، خواهیم دید که با مطابق هنجارهایی که همه انسان‌ها، همه بشریت اون معتقده داریم صحبت می‌کنیم. ما یه سوال اساسی در این رابطه داریم. برای همین اگه بس و سوال فقط به هولوکاست برگرده، من به این مسئله برمیگردم. اگر کلی سوال باشه که چیکار باید بکنیم که به جهه ایران در رابطه با سیاست خارجی درست بشه، غیر از اون مسئله تنش‌زدایی که اشاره کردم که در چارچوب اصول ما باید صورت بگیره، از هر کار نااندیشیده‌ای باید ما پرهیز بکنیم. شما صحبت از افراط و تفریط کردین، سیاست‌هایی که با افراط و تفریط همراه بوده.
با توجه به پیشنهادی که آقای اوباما به ایران کردن، اگر شما انتخاب بشین آیا حاضر به این هستی که پای میز مذاکره با اوباما بشینید و مذاکره مستقیم با آمریکا داشته باشید؟ در رابطه با مسئله اوباما بنده اشاره کردم لحن تبریکشون نسبت به گفته‌هایی که آمریکا داره متفاوته. برای همین ما میگیم که ادبیاتی که آقای اوباما به کار برده متفاوت با ادبیات آقای بوش است. ما منتظر هستیم و دقت میکنیم و مطالعه میکنیم که آیا این تفاوت باز هم تناسبی با بقیه اقدامات دولت آمریکا داره یا نه. اگه داشته باشه چرا مذاکره نکنیم؟ حتما مذاکره کنیم. ولی اگر نباشه طبیعیه که جواب بندید.